دوستان عزیز، با عرض سلام بسیار خوشحالیم که انتظار چند ماهه ما برای آموختن کتاب تأملات دیرهنگام به پایان رسید. در جهت آمادگی مقدماتی این جمع و در راستای تشخیص و تجویز علاج امراض اجتماعی، نخست با علائم جامعه بیمار که شامل کینه‌توزی، دروغ، خودعه، ریاکاری و رعب و وحشت است آشنا شدیم و سپس نگاهی به ممتاز بودن جامعه یونان باستان و در انتها آقای دکتر صباحی به بررسی ساختار جامعه کمتر شناخته شده در ایران را پرداختند. در طی سمینارهای بعد برای رفع تعصبات عقیدتی و به کار گرفتن عقل و خرد زیر عنوان کسوف جان ایرانی با این مطلب آغاز کردند که اولین قدم برای روشنگری آزاد کردن فهم و وجدان از هر نوع است، مثل پیش‌داوری و کنار گذاشتن این پیش‌داوری ها محتاج به یک دلیری و شهامت است که فهم ما را آزاد کند. همچنین اشاره کردند به فیگورهای گذشته‌گرا یا نوستالژیک و خصوصاً فیگور سادگی مقدس و در جلسه پیش به صورتی جامع توضیح دادند که تفکر چیست و رابطه آن با اخلاق و چگونگی کنش اخلاقی و رابطه آن با مفهوم آزادی چگونه است. در انتها در مورد چیستی الحاد و اینکه چرا خودشان را ملحد می‌دانند آخرین سمینار را به پایان رساندند. جا دارد که از جناب دکتر صباحی عزیز برای تمامی زحمات 3 ماه گذشتهشان کمال امتنان و سپاسگزاری را به جا بیاورم. جناب دکتر صباحی در خدمت شما هستم. سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز و کسانی که در این برنامه حضور دارند و خیلی سپاسگزارم از تیمی که گروهی که و دوستانی که این برنامه رو مدیریت میکنن به این شکل مناسب و بسیار سنجیده و دقیق و منظم. از همه شما بسیار ممنونم. بله، امروز در واقع 3 تا بحث رو مطرح خواهیم کرد که ارتباط داره با مباحث کتاب تأملات دیرهنگام. بحث اول یادآوری اهمیت درک و شناخت یونان باستان هست که با ارجاع به سمیناری در این باره در یوتیوب، اگر کسایی نبودند اون برنامه قدیم میتونن مراجعه بکنن و اون سمینار رو بشنون. من خیلی کوتاه در واقع پیرامون این موضوع صحبت خواهم کرد، ولی ارجاع میدم به اون سمینار که اونجا مفصلا صحبت کردم. بحث دوم ما در واقع درباره همسویی اخلاق سقراطی و اخلاق بهایی هست و بحث سوم رو من سعی میکنم یک مقدمی برای جلسه بعد باشه که مقایسه محاکمه و اعدام سقراط با علی محمد باب خواهد بود. در واقع بحث محوری ما در این جلسه همسویی اخلاق سقراطی و اخلاق بهایی خواهد بود ولی در زمینه جلسه آینده رو هم با اشاراتی فراهم خواهیم کرد که دوستان بتونن با یک زمینه‌ای و یک علاقه‌ای و با یک اشتیاقی اگر درشون برانگیخته میشه برن و مطالعه بکنن و در جلسه آینده شرکت بکنن. بله، ما پیرامون این قضیه در باره این که چرا یونان باستان یک جامعه مهم تاریخی و انسانی است، در همین حد اشاره میکنیم که در اون سمینار هم موضوع رو بیان کردیم که یونان باستان اگر اهمیت دارد دقیقاً به این دلیل است که جامعه گشوده است. من در همونجا به سخنرانی یا خطابه پریکلس در واقع شخصی است که در حقیقت نامش به دموکراسی یونان و به اون عصر طلایی یونان پیوند خورده و در یک سخنرانی که در کتاب
تاریخ جنگ های پلوپونزی که یکی از یونانی ها این کتاب رو نوشته، در اونجا این خطابه رو آورده که اشاره میکنه که در حقیقت چرا ما دموکراتیا رو برگزیدیم و چرا دموکراتیا یک جامعه باز و برتر هست در قیاس با جوامعی که در اون عصر در پیرامون جامعه یونان باستان به حیات اجتماعی خودشون ادامه میدادن. اونجا اشاره میکنه که فقط من به یکی دو مورد کلیدی از سخنرانی پریکلس اشاره میکنم که توسیدیدس در این کتاب تاریخ جنگ های پلوپونزی آورده و که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، اگر کسی تمایل داشت میتونه در اونجا این مطلب رو بخونه. نکات کلیدی که در این خطاب هست و جهانبینی عصر پریکلسی و اون عصر طلایی یونان رو منعکس میکنه. اشاره دقیقی که به این موضوع داره که ما در قبال قانون همگی برابریم، و نکته دیگری که در اون عصر مطرح میکنه میگه اگرچه فقط عده‌ای اندک میتوانند در واقع سیاستی رو طراحی بکنن یا در واقع ارائه کننده و ابداع کننده سیاستی باشن، اما همه ما میتوانیم درباره آن قضاوت و داوری کنیم. که این بخش از در واقع این سخن پریکلس رو من در کتاب جامعه باز و دشمنان آن نوشته کارل پوپر دیدم. و اون کلیدترین جمله‌ای که من خیلی این جمله رو خیلی کانونی میدونم، اشاره میکنه که در اون سخنرانی شهر ما یا جامعه ما به روی جهان گشوده است، ما هرگز یک بیگانه را بیرون نمی کنیم. در واقع اون اتفاق بزرگ، اتفاقی که در واقع در یونان باستان افتاد به عنوان یک اتفاق انسانی، همین گشودگی نسبت به دیگری بود و نسبت به امر متفاوت و امر خارج از خود، که من در کتاب تأملات دیرهنگام این ویژگی رو به توان صدف بودگی تعبیر کردم که یونانی ها هر چیزی رو که از بیرون وارد جامعهشون میشد، هر چیز بیگانه یا ناآشنا یا ناشناخته رو میپذیرفتن و روی اون کار میکردن و از آن خودشون میکردن، در واقع بخشی از اون حیات اجتماعی و سیاسی خودشون میکردن. در همین حد اشاره بکنم که این عهد و این عصر انقدر مهم هست که در واقع به لحاظ تاریخی اروپای امروز و دموکراسی امروز اگر وجوه مثبتی داره، دقیقاً معطوف به بازگشت همون دوره رنسانس است که در اروپا رخ داد. رنسانس هم به معنی بازگشت هست، دقیقاً بازگشت به یونان هست و ارزش‌های یونان باستان هست. این رو از این زاویه اشاره میکنم که به هر حال یونان باستان منبع مطالعه و جستجوی اندیشورزان هست و جامعه شناسان و همه کسانی که در نهایت دنبال ارزش‌های والای انسانی می‌گردن به این جامعه مراجعه میکنن، همچنان هم مراجعه میکنن و مورد بررسی قرار میدن و هر جایی که واقعاً سوالی براشون پیش بیاد میرن ببینن که یونانی‌ها با این سوال یا با این مسئله چگونه روبرو میشدن و یک جامعه‌ای که به هر حال به امر متفاوت از خودش آری میگه و اون رو به دلیل تفاوت از جامعه خودش بیرون نمیرانه. تاکید میکنم که بهتره که در واقع این، برای اینکه خیلی وقتمون رو این بحث چون قبلا طرح شده و این مباحثه شکل گرفته، خواهش میکنم که به اون درس گفتاری مراجعه بکنیم که قبلا انجام شده و در یوتیوب قابل دیدن و شنیدن هست. چون هرچه سریعتر مشتاقم که برم به سراغ سقراط، چون در اون سمینار فرصت انقدر نبود که به شخصیت سقراط
و اخلاق سقراطی بپردازیم. در حقیقت سعی میکنم در جلسه امروز به اون وجوه اشاره نشده در اون سمینار و حتی در خود کتاب بپردازم و در نهایت امیدوارم که بشه واقعا اون چنانی که شایسته این موضوع هست به این موضوع ما بپردازیم. و من قبل از اینکه به این موضوع بپردازم اشاره میکنم که اگر این سخن عبدالبها در مکاتیب رو معیار بهایی بودن قرار دهیم که بهایی را به صفت شناسن نه به اسم و به خلق پی برن نه به جسم، بر این معیار اگر بخوایم نگاه بکنیم سقراط نمونه شاخص یک انسان بهایی است. این رو از این زاویه دارم طرح میکنم که ما فقط در واقع اگر بخوایم ارزش‌ها یا معیارها و اون چهره اخلاقی بهایی رو پیدا بکنیم الزاما نیاز نیست که فقط توی بهایی دنبالش بگردیم، چون وجوه و ارزش‌های حیاتی و حقیقتی که به هر حال در حوزه اخلاق خودش رو بروز میده یک امر جهانی است، نه قدیم است نه جدید است و همیشه در واقع در این حال وقتی شما به سراغش برید میبینید که همیشه جدید است. از این زاویه من طرح میکنم که با معیاری که عبدالبها مطرح میکنه سقراط گویی در واقع محل گرد آمدن و گوشتمند شدن همه آموزه های بهایی است. حالا اشاره میکنم که چرا. ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشم بگویم که شخصیت سقراط در تاریخ فلسفه و در تاریخ انسانی از جذابترین و مطلوبترین چهره‌های انسانی است. یعنی سقراط رو حتی اونایی هم که به هر حال باش مخالف بودن یا دوستش نمی داشتن همچنان شیفتش بودن، همچنان در واقع کسی او رو نمیتونست که به رغم اینکه شاید میل داشت که او رو دوست نداشته باشه اما به دلیل شخصیتی که داشت نمیتونست او رو دوست نداشته باشه. این در رساله ضیافت یا سیمپوزیوم از افلاطون که گزارش است درباره یک نشستی که اونجا شخصیت‌های شاخص یونانی هر کدوم درباره عشق نظر میدن و سقراط هم اونجا هست. اونجا الکیبیادس دقیقاً نماینده این الکیبیادس که در واقع یکی از چهره‌ها و سران سیاسی یونان باستان هست، یکی از به اصطلاح شاگردان سقراط بود و او در همونجا شروع میکنه راجع به سقراط همین حرفا رو میزنه که میگه من نمیتونم این مرد رو دوست نداشته باشم و اونجا اشاره میکنه که اگر الان مست نمیبودم به هر حال اونجا یک ضیافتی است و اگر شراب نخورده بودم شاید نمیتونستم این حرفا رو به زبان بیارم و اونجا شروع میکنه راجع به دلایل علاقش به سقراط صحبت کردن. ولی در این حال تا عصر امروز هم تا پس از این قرنها تابلوهای متفاوتی که از سقراط هست، هنرمندها، اندیشورها همه به شخصیت سقراط پرداختن و مجذوب او شدن. حالا ببینیم این یکی از منابع، در واقع سقراط اصلا کتابی ننوشت. سقراط یک اندیشورزی بود که میرفت در آگورا در بازار یونان آتن می نشست و اونجا با جوانها سخن میگفت و از اون روش سقراطی که طرح پرسش و گفتگو و در نهایت به نوعی نشان دادن این که اون چیزی که شما به اسم آگاهی پذیرفتین پایه و اساسی نداره و هر کس رو به اون نقطه‌ای میرسوند، یک نقطه‌ای که من بهش میگم نقطه لوح سفید که بتونه از نو به جهان نگاه بکنه یا به یک نقطه نمیدانم. چون خود او هم میگفت من خدایان
میگویند که من داناترین، یا گفتند که من داناترین مرد روزگار هستم، ولی بعد از مدت ها فکر کردم، فهمیدم، تازه کشف کردم که چرا خدایان گفتند که من داناترین مرد یا انسان روزگار هستم، چون که من میدانم که نمیدانم. و در واقع از اون روش سقراطی که ما یا امروزه میتونیم یا در حوزه فلسفه افلاطونی این روش رو به روش دیالکتیکی تعبیر میکنیم، در حقیقت این روش رو به کار میبرد برای اینکه انسانها رو به یک نقطه‌ای برسونه که بتونن به راستی پدیده ها رو از نو، از یک نظر کاملا تازه‌ای و بدون پیش داوری یا تعصب به اون پدیده ها و مسائلی که در ذهنشون بود نگاه بکنن. از آنجایی که سقراط کتابی ننوشته و آثاری از خودش به جا نگذاشته که خود این هم تبدیل میکنه این شخصیت رو به یک موجودی که معماسان هست و معماوار هست، اما دو تا منبع کلیدی وجود داره پیرامون شخصیت سقراط. یکی رساله های افلاطون هست، رساله های آپولوژی، کریتون و فایدون، که به طور مستقیم به شرح زندگی و به ویژه محاکمه استادش سقراط پرداخته و یک دوستی هم داشت سقراط به نام گزنوفون که او هم در آثار خودش با روش خودشون، روش به هر حال دیگری داشت، یک آثاری نوشته به اسم رسالات سقراطی و او هم یک آپولوژی، یک دفاعیه نوشته و او هم یک رساله به اسم سیمپوزیوم یا ضیافت نوشته و میشه گفت که خاطرات سقراطی و در آثاری که به هر حال نوشته شخصیت سقراط مدام اونجا حضور داره و یکی از منابع اصلی شناخت سقراط هست برای ما. این گزنوفون کسی است که یکی از کتاباش شاید برای ما ایرانی‌ها جالب باشه که کوروپدیا یا کوروشنامه است. در واقع اولین کسی است که درباره کوروش کتاب نوشته و ما بخشی از اون شخصیت تاریخی کوروش رو ما همچون منابعی در اختیار نداریم، از طریق منابع یونانی میشناسیم، در واقع از طریق همین کتاب گزنوفون یا که اسمش هست کوروشنامه. اینجا من برای اینکه این شخصیت رو و دلیل این جذابیت رو توضیح بدم اشاره میکنم به یک داستانی که برشت به اسم سقراط زخمی یا سقراط مجروح نوشته. این داستان رو شما در اینترنت میتونین نسخه PDF رو پیدا بکنین و مطالعه بکنین، ولی در واقع برشت تمام اون چیزی رو که ما به هر حال درباره سقراط میخواهیم به عنوان یک عنصر اخلاقی، یک شخصیت اخلاقی بازشناسی بکنیم، در این داستان که بر اساس همین منابعی که اشاره کردیم این داستان رو نوشته و داستان کوتاهی هم است، بلند نیست. داستان در واقع موضوع داستان خیلی ساده و روان هست. سقراط از سر اجبار در نبرد دلیون که فکر میکنم آخرین جنگ بین یونانی ها و ایرانی هاست و به شکست کامل ایران در اون جنگ منجر میشه، در این نبرد دلیون خب شرکت میکنه، چون در اون موقع وقتی جنگی میشد همه شهروندا ناگزیر بودن که به اصطلاح به جنگ برن و اونجا به عنوان پیاده نظام به هر حال حضور داره. اونجا یک اتفاقی در این داستان، عملاً یک اتفاق جالبی میفته. حالا سقراطی که یک فیلسوفی که به هر حال سالیان مبلغ و مروج صلح بوده، اکنون از سر اتفاق و اجبار کارش به میدان جنگ افتاده است. حالا تصور بکنین که کسی که اساساً اهل جنگ نیست و ناگزیر در میدان جنگ قرار گرفته،
چگونه باعث پیروزی یونانی ها در جنگ میشه و در عین حال چگونه به یک پیروزی بزرگ اخلاقی دست پیدا میکنه که البته بدون اینکه اساساً چنین قصدی کرده باشه. در این داستان در حقیقت سقراط در میدان نبرد هست و در اونجا یک اتفاق عجیبی میفته که خیلی اتفاق مضحکی است. سقراط در این داستان توضیح میده، داره حالا روایت میکنه که ناگهان چند تا سوار ایرانی جلوی من در اومدن و من از ترس شروع کردم دویدن و پایم رفت روی خار. در واقع موقع این فرمای دمپایوار میپوشیدن و میگفت وقتی در پای من خار در پای من رفت، شروع میکنه این فریاد زدن و به سرباز بغل دستیش میگه که یک جور وانمود بکن، ایرانی ها نمیفهمم ما چی میگیم، یک جور وانمود و انگار ما داریم میگیم که آره من ایرانی ها رو دیدم و بگیم که ایرانی ها اینجا هستند. و در واقع با این فریاد و دردی که داره میکشه، همینجوری از سر درد اینکه خار رفته به پاش، عملاً با این فریاد و با این قوقایی که راه میندازه و اشاره‌ای که به اون سربازه میکنه، یکی دو تا سرباز بغل دستیش، در واقع یک نمایش راه میندازه که یک جورایی به وحشت خودش غلبه پیدا بکنه، چون این گم شده بوده در واقع از اون چیز، با این یکی دو تا سرباز دیگه از اون فضای نبرد خارج شده بودن و ایرانی ها هم در واقع در اون نبرد فکر میکنن که این آمده جلو و داره به سربازا اعلام میکنه که ما ایرانی ها رو دیدیم و ایرانی ها در حقیقت با این تصور که اینجا یونانی ها بر سر راهشون قرار گرفتن، عملاً یک خلأ ایجاد میشه و در این جنگ، حالا چون اصلا بحثش مسئله جنگ، عملاً این اتفاق باعث میشه که نیروهای به اصطلاح یک تخلخل و تعللی به وجود بیاد و سپاه یونان برسه و جنگ رو عملاً به نفع یونان مغلوبه بکنه و تمام بکنه. اینجا در واقع حالا داستان از اینجا شروع میشه که آلکیبیادس اومده به نمایندگی از جامعه آتن یک تاج گل اومده که ببره و دعوتش بکنه و در میدان شهر تاج افتخار رو بهش بدن که ایشون در جنگ با دلاوری تمام باعث پیروزی به اصطلاح آتنی ها در جنگ شده. و او که خار در پاش و زخم هست، همونجا در اون ننو دراز کشیده و میاد آلکیبیادس و میگه که آره اومدم تو رو ببرم و که این تاج افتخار رو این به اصطلاح به تو بدیم که باعث شدی با شجاعتت در این جنگ ما پیروز بشیم. که اونجا در حقیقت سقراط اون مکالمه درونی خودش رو داره و از فسه این که الان از این موقعیت استفاده بکنه برای اینکه خودش رو به عنوان قهرمان جنگ بره و از این ناگهان در واقع آلکیبیادس میبینه که این تصمیمش، یعنی ناگهان شروع میکنه صحبت کردن، خطاب به آلکیبیادس میگه تو چی میگی آلکیبیادس؟ تو که منو میشناسی، تو شاگرد من بودی، این حرفا چیه میزنی؟ بعد شروع میکنه اونجا صحبت کردن که در حالا قطعه داستان اینجوری است که ننو از حرکت بازمان، سقراط قاطعانه و با لحنی شاداب گفت آلکیبیادس گوش کن، در این ماجرا از شجاعت هیچ نشانی نیست. من بلافاصله پس از شروع جنگ یا به عبارت دیگر بلافاصله پس از دیدن اولین دسته از سربازهای ایرانی پا به فرار گذاشتم و در جهت درست، یعنی رو به پشت جبهه فرار کردم. اما گذارم به یک خارستان افتاد، این بود که خار به پایم رفت و دیگر نتوانستم راه بروم. مثل دیوانه ها شمشیرم را دور سر می چرخاندم و نزدیک بود چند تا از خودی ها را هم زخمی کنم. از فرط ناامیدی با داد و بیداد چیزهایی درباره گروهانهای دیگر هم سرهم کردم تا ایرانی ها گمان کنند تعداد ما بسیار است. در واقع این کار من ابلهانه بود، چون ایرانی ها که یونانی نمیفهمند. بعد این یک سکوتی فضا رو میگیره همینجوری و آلکیبیادس مات و مبهوت به سقراط نگاه میکنه و بعد از اینکه این داستان رو در نهایت سقراط تعریف میکنه
که حالا در داستان میاد که به اصطلاح آلکیبیادس میاد جلو و خم میشه و ازش میپرسه چرا ادعا نکردی که زخم دیگری برداشته، یعنی اینکه نگفتی من تو زخم مثلا جنگ مثلا بهم تیر خورده یا فلان. بعد سقراط پرخاش میکنه بهش، میگه چون خار به پایم رفته بود. میگه چه دلیل داشت که من در حالی که خار به پام رفته بیام ادعا بکنم که مثلا نه من تیر خوردم در جنگ یا در جبهه. بعد اینجا آلکیبیادس بلند میشه و به سرعت به سمت ننو میره، اون جایی که به هر حال سقراط در حال استراحت است و میگه که افسوس که تاج افتخار همراه هم نیست، آن را به دست یکی از سپاهیانم سپرده‌ام وگرنه به تو تقدیمش میکردم. اونجا توضیح میده که میگه این انسانی که اینقدر میتونه بزرگمنش و صادق باشه که از چنین فرصتی در بگذره و به حقیقت روی بیاره، میگه ما در واقع این تاج رو باید به سر چنین فردی بگذاریم. در واقع این داستان رو برای این مطرح کردم که چون ما نمیتونیم خیلی، چون اگر بخوایم واقعا به این موضوع بپردازیم به تمام رساله های افلاطون هم پیشنهاد میکنم به هر حال اگر کسانی دوست دارن برن بخونن. قطعاتی رو من انتخاب کردم از این رساله ها و از این به هر حال متونی که درباره شخصیت سقراط هست. این داستان خب به هر حال خیلی جذابه، من پیشنهاد میدم بخونین و رساله به ویژه رساله ضیافت رو پیشنهاد میدم حتما بخونین اگر تمایل دارین، چون اصلا این رساله از ابعاد متفاوتی خیلی جذاب و حتی برای زندگی امروز اهمیت داره و اهمیت اندیش‌ورزانه‌ای داره و به ویژه اینکه درباره موضوع عشق هست. و البته اگر پیشنهادم این هست که رساله خطابیه آپولوژی رو هم بخونین برای اینکه در جلسه آینده بتونیم اون محاکمه سقراط رو با محاکمه باب یک قیاسی انجام بدیم، یک مقایسه بکنیم. اما اندیشه های سقراطی که من یادداشت کردم و با خودم آوردم برای امروز، اینا چیزایی است که اون همپوشانی اندیشه سقراط رو با آموزه های بهایی انعکاس میده. آدمی هیچگاه نباید خواسته و دانسته مرتکب ظلم بشود. این یک اصل اخلاقی است. در هیچ شرایطی استثناء بر نمی دارد، نه الان که در زندان هستم. اون موقع این جزء اون خطابه است که در زندان داره برای دوستان و شاگردانش میگه، به اصطلاح حرفایی است که در خطاب به اونها، و نه قبل از آن، چه به نفع ما باشد چه به ضرر ما. اگر کسی در حق ما بدی یا ظلم کرده باشد، ما حق نداریم ظلم یا بدی کنیم. من فکر میکنم از جزء کلیدی ترین آموزه های بهایی باشه. بعد میگه پیروان این اصول بسیار اندکن و در آینده نیز اندک خواهند بود. قبول اخلاق مطلق هر گونه مصلحت اندیشی را از انسان میگیرد و معمولا نیز باعث دردسر و حتی مرگ میشود. اینجا توضیح میده این که این به اصطلاح اصول اخلاقی خودش رو، چون اونجا دوستانش و شاگردان قدیمیش رفتن و شرایطی رو فراهم کردن که حتی از زندان فراریش بدن که سقراط قبول نمیکنه و اونجا درباره این موضوع و مسائل دیگری با دوستانش و شاگردانش سخن میگه. اون چیزی که شخصیت سقراط رو به هر حال جذاب کرده در نهایت همین سادگی و بی‌پیرایگی و از اون مهمتر این است که اساساً به انتقام فکر نمی کند. یعنی نه تنها با خودش صادق است، بلکه
دنبال این نیست که اون کسانی که در واقع متهمش کردن، که راجع به این موضوع بعدا مفصل صحبت میکنیم که چرا متهمش کردن و اتهاماتش چی بود و دلایلش چی بود، حتی حاضر نیست که در واقع در برابر ظلمی که بهش میشه دست به یک ظلم متقابل بیازه و این اصل اخلاقی رو برای خودش قائل هست که در هیچ شرایطی برای خودش حتی استثناء قائل نمیشه، که حتی حاضر نمیشه از زندان فرار بکنه. اینجا استدلالایی که میاره فوق العاده است، اینکه چرا من نباید از زندان فرار بکنم به رغم اینکه میدانم که قاضیان من رو مقرضانه محکوم کردن و دفاعی من رو بهش توجه نکردن و با آگاهی از این مسئله حاضر نیست که حتی زندان رو در واقع دست به یک رفتار خلاف قانون، به رغم اینکه خب میدانه که اینجا قانون اشتباه کرده، دست به این کار نمیزنه. دقیقاً تصور بکنین که رفتار افراد بهایی با شخصیت به اصطلاح اخلاقی سقراط چقدر همپوشانی داره و چقدر در واقع در حالا اونایی که بهایی هستن که خودشون این موضوع رو میدونن و کسایی که نمیدونن قطعا پیشنهاد میدم که برن و مطالعه بکنن که این همپوشانی چقدر قوی و شدید هست و دقیقاً همونجور که اشاره کردم گویی که ما داریم راجع به یک شخصیت بهایی در اعماق تاریخ صحبت میکنیم. برای کسایی هم که تمایل دارن کتابی به طور مستقیم درباره سقراط بخونن، یک کتابی هست به اسم مرگ سقراط که کتاب جذابی است که اونجا به هر حال راجع به تمام این مسائل و موضوعات اونجا صحبت شده و بحث شده و حتی این دیدگاه وجود داره که شخصیت مسیح به لحاظ تاریخی حلول تاریخی این شخصیت سقراط هست که در بعدها در یک حوزه دینی در حوزه مسیح در قالب مسیح ظاهر میشه و به نوعی میشه گفت که بله این مسائل هم هست، اینکه شخصیت سقراط تأثیراتش اینقدر گسترده و وسیعه که ما حتی در همون عصری که به اصطلاح عصر سقراط هست و سقراط در آتن زندگی میکنه، تمام نهله‌های فلسفی که شکل میگیرن اینها به طور شگفت‌انگیزی محصول حضور در کلاس‌های سقراط هستند. در آگورا، در بازار آتن دورش جمع می‌شدن و او با روش خودش با اونها صحبت میکرد که به نهله‌های متفاوت فلسفی شکل میگیرن. من اسمش رو گذاشتم سقراط و روش خودش میتونست هر کسی رو به اون چیزی تبدیل بکنه که بود، یعنی در واقع از طریق گفتگو امکان این رو فراهم میکرد که در حقیقت هر کسی، چون هم ادعا میکردن از کلبیون گرفته یا از خود افلاطون گرفته، نهله‌های فلسفی زیادی در اون عصر پیرامون به اصطلاح سقراط شکل گرفته بودن که همه مدعی بودن شاگرد سقراط هستن، ولی در نهایت خیلی از اونها اساساً با معیارهای اخلاقی یا از معیارهای اخلاقی سقراط فاصله داشتن. اما راز اصلی ماجرا این بود که سقراط یک معلمی بود که خودش رو تحمیل نمی‌کرد، بلکه در حقیقت هر کسی رو همچنان که گفتم به یک نقطه میرسوند که بتونه از نو به اون لوح سفید از دست رفته ذهن خودش یا اون چیزی که من بهش میگم به نقطه الحاد در ذهن خودش دست پیدا بکنه. و خب اونجا هر کسی دیگه راه خودش رو میرفت، چون اساساً هم زندگی اعتبار و ارزشش در اینه که هر کسی راه خودش رو بره. ما هم اینجا، یعنی این حرف رو من هم به دوستانی که اینجا حضور دارن خواهم گفت و میگم، این که از یک طرف باید بگوییم که خب مراقب باشیم که جمله زرتشت در چنین گفت زرتشت هست که اون هم میگفت به مخاطبینش، میگفت
مبادا سخنان من تو را فریفته باشد. یعنی خودش چه کار میکرد؟ این یادآوری رو میکرد که ببین این حرفای من برای نیست که الزاما اونها رو بپذیری به شکل تقلیدی یا نیندیشیده. این حرفها دقیقاً یک امکانی هستن که تو خودت بشوی، با من بیا، با خود بیا. ببینید اینجا خیلی این رابطه اینجا دیگه همون رابطه است که ما بهش میگیم رابطه استاد شاگردی، که عالی ترین رابطه انسانی هست و استادی که در حقیقت دنبال تحمیل عقاید یا اندیشه های خودش به شاگردانش نیست، بلکه دنبال این هست که شاگردانش رو در در یک موقعیتی قرار بده، در یک موقعیت و وضعیتی که بتونه از این جزمیات فکری یا عقیدتی خودش بیرون بیاد و جهان رو از نو به کشف و شناخت در واقع در بیاره. خدمت شما عرض بکنم که راجع به این گفتگوی سقراطی مبحث زیاد هست. این روش سقراطی برای همون چیزی که اشاره کردم جلسه قبل، سقراط در همون محاکمه خودش رو میگه من خرمگس هستم، خرمگس آتنیا، و طبیعی است که این خرمگس بودن حالا به شکل تمثیلی در حقیقت خب خیلی ها از سقراط خوششان نمی آمد و این مسئله شده بود که در نهایت تبدیل شد به حالا به قول بعضی از نویسنده ها اینکه فقط خودش رو به خرمگس تشبیه میکرد شاید عامل کافی این مخالفت نبود، بلکه ادامه میداد که مردم آتن همچون اسبی تنبل و زیبا هستند که شاید بتوان آنها را با نیش خرمگس بیدار و سرزنده کرد. در حقیقت برای همین اشاره میکرد که من خرمگس آتن هستم، برای آتنی ها خرمگسی هستم که اونها رو از خواب جزمیت یا تعصب بیدار میکنم. سقراط زمانی که به هر حال میمیره یا در واقع در زندان محکومش میکنن به نوشیدن به اصطلاح اون جام زهر یا شوکران، وقتی میمیره جمله میگه که جمله خیلی مشهوری است، این آزادگی این شخصیت رو حتی در قبال مرگ، وقتی در حال مرگ هست، به اصطلاح میگه ای کریتو، در واقع کریتو یکی از همون دوستانش که اونجا هست، میگه باید خروسی به اسکلیپیوس بدهیم، ادای دین را فراموش نکنید. قدیم در یونانی های قدیم در واقع وقتی شفا پیدا میکردن یک خروسی رو نظر اسکلیپیوس میکردن برای اینکه او خدای به اصطلاح شفا بود یا خدای در واقع درمان بود، که اون نمادش در سیستم داروسازی امروز هم هست، اون مرزی که به اصطلاح یک عصایی داره ماری به دور اون پیچیده، در واقع نماد همین اسکلیپیوس هست، که در واقع او اینجا به جای اینکه از مرگ وحشت داشته باشه، در حقیقت استدلالش یا تعبیر استدلالاتش این بود که او سرانجام از تب زندگی شفا یافت. در واقع حتی مرگ رو هم شفا میدونست. این در واقع رویاروییش با مرگ هم یک رویارویی بسیار متفاوتی بود و این جمله ای که بر زبان میاره در واقع برای خیلی ها این تفسیر این جمله عملا قابل فهم خیلی از اوقات نیست که چگونه ممکنه یک اندیشورزی چنین نظری رو بخواد ادا بکنه و که میشه گفت سقراط بسیار در چیزهایی که به زبان می آورد بسیار خردمندانه و هوشمندانه بود و از این زاویه است که همچنان شخصیت سقراط و حرفای او رو تفسیر میکنن و تحلیل میکنن و حتی در جریان امروز فلسفی روش به اصطلاح یک روش جدید سقراطی رو در فلسفه سعی میکنن به یک شکلی احیا بکنن
و برای اینکه سقراط اهل مکالمه و سخن گفتن و طرح پرسش بود و نه اهل به اصطلاح ستیز با شمشیر یا اهل جنگ یا خشونت. و در حقیقت برای همین سقراط رو بعضی از اندیشوران به عنوان الگوی یا اولین شاخصه و الگوی شهروند میدونن، چون وارد گفتگو و مذاکره میشد و سعی میکرد که با انسانها بدون پیش داوری و بدون تعصب و حتی با خود زندگی روبرو بشه. سقراط رو با دو اتهام اساسی بهش وارد کردن در اون زمان و به محاکمه کشوندنش. اتهام اولی که بهش وارد کردن این اتهام بود که او خدایان شهر را نمیپرستد. در واقع همون ملحد است، یعنی مرتد است یا کافر است، یا همون چیزایی که اتهاماتی که به اصطلاح به باب هم وارد کرده بودن یا وارد میکنن. و اتهام کلیدی دومی که بهش وارد کرده بودن در واقع این بود که جز از این که میگفتن حالا قوانین آتن را زیر پا گذاشته، زیرا به خدایان رسمی احترام نمیگذارد، خدایان جدیدی معرفی میکند. و اون اتهام دوم که خیلی به اصطلاح من خودم باش مأنوس هستم به لحاظ تجربی، این هست که میگفتن سقراط ذهن جوانان را منحرف میسازد. در واقع میگفتن که این جوانها رو از راه به در میبره و فاسدشون میکنه با اون طرح سوال که میکنه و اینکه همه چیز رو زیر سوال میبره و با اونها وارد مکالمه میشه و اینها رو باعث میشه که حالا از چه زاویه به این موضوع نگاه میکردن یا ادعا میکردن اینکه در حقیقت اون حس ملیگرایی یا وطن دوستی به اصطلاح آتنی‌ها رو عملاً میشکند. و چون برای اینکه یه نکته دیگری اشاره بکنم که سقراط رسما میگفت من یک جهان وطن هستم، یعنی وطنش رو الزاماً آتن نمیدونست و خودش رو یک، اینم از این زاویه یادم اومد که بگم از این که اشاره میکنه به همون یا همپوشانی داره به همون آموزه بهایی که به هر حال جهان رو وطن خودش میدونه و عالم رو وطن خودش میدونه و سقراط هم در واقع یک وطن خودش رو و موطن خودش رو در واقع صریحاً میگفت که من جهان وطن من هست. خب که این در واقع تداعی میکنه همون گزاری مشهور بهاءالله رو که میگه دوست داشتن عالم، در واقع میگه دوست داشتن وطن شاهکار نیست یا کار عجیب و غریبی نیست، مثل علاقه آدم به مادرشه. در واقع شاهکار این است که آدم یا اون تفاخری اگر وجود داشته باشه اینه که آدم بتونه جهان رو دوست داشته باشه. این اتهامات یک اتهامات جهان شمول هستن، یعنی اینکه جوامع زمانی که حالا بررسی میکنیم میبینیم دنبال این اتهامات اساساً شخصیت افلاطون به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفای جهان که اصلا میگن کل تاریخ فلسفه چیزی نیست مگر حاشیه‌ای بر فلسفه افلاطون. این آدم دقیقاً به این دلیل رفت از پی فلسفه که میگفت چگونه ممکن است یک جامعه‌ای انقدر عقب افتاده باشد که سقراط را بکشد، یعنی یک انسان به این شریفی را بکشد و که اونجا در واقع تصمیم گرفت چون درام نویس بود و چون چهره‌های شاخص اون زمان بیشتر دنبال درام بودن ولی یا تئاتر بودن، اونجا در واقع افلاطون تصمیم گرفت از سر این غمی که بهش وارد شد که چطوری آخه ممکنه اگر یک جامعه درست به اصطلاح روی کردش بعد مسائل درست باشه چطوری ممکنه که شریفترین شخص رو به اصطلاح بتونه به مرگ محکوم بکنه. و این رو اشاره کردم برای اینکه اهمیت موضوع رو اینجا آورده باشم. و در نهایت میبینیم که
اساساً مرگش هم یک زایش فلسفی رو در افلاطون به وجود میاره که بزرگترین فیلسوف جهان هست، از زوایای عمق فکری و هم از زوایای اون کثرت اندیشه هایی که اونجا به وجود میاره و نماینده، یعنی فقط خودش دیالوگ نمیکنه، تمام اشخاص رو اونجا به سخن در میاره و اجازه میده که همه افراد اونجا در اون مکالمه سقراطی، چون استاد افلاطون چون به هر حال یک درام نویس بود، تونست که مرز درام و فلسفه رو برداره و جهان دراماتیک رو و جهان فلسفی رو به هم بیامیزه. این خودش باز یک بحث مفصلی و مجزایی میخواد که بهش نمیتونیم بپردازیم، ولی در همین حد بدونیم که این جذابیت آثار افلاطون بخش بزرگش به خاطر همون قدرتی هست که میتونه همزمان شخصیت‌ها و افکار مختلفی رو وارد آثارش بکنه و ما وقتی که آثارش رو میخونیم فقط با یک وجه یا یک ساحت از تفکر روبرو نیستیم، بلکه با وجوه مختلف و متفاوتی از تفکر روبرو هستیم و در این حالی که خود افلاطون یک مسیر فکری رو پیگیری میکنه که خود اون مسیر فکری هم قابل در واقع ردیابی است، یعنی افکار خودش رو هم مطرح میکنه. برگردیم به اتهامات سقراط که این اتهامات دقیقاً و متاسفانه کسانی وارد میکنن به افرادی که معمولاً دقیقاً نماد خیر اون جامعه هستند و نماد صلاح اون جامعه هستند ولی در این میان افرادی میان با اغراضی که به هر حال دارن اونجا اون دو شخصیتی که در دموکراسی آتن این سقراط رو متهم کردن و اون دادگاه رو برپا داشتن، در حقیقت اون دو نفر بعدها میبینیم که اینا با چه اغراضی و با چه انگیزه های سیاسی خیلی پلشتی در واقع سقراط رو به این محاکمه میکشونن. و حالا من توصیه میکنم که قبل از اینکه به هر حال وارد این مقایسه به اصطلاح محاکمه سقراط و مسائلی که سقراط مطرح میکنه در رساله به اصطلاح آپولوژی یا دفاعیه و مقایسه اون که میخوایم بکنیم با محاکمه که به هر حال باب رو میکنن و دفاعیه که باب از خودش ارائه میده و پیشنهاد میکنم که اگر مطالعه بکنیم برای جلسه آینده خب میتونیم خیلی ملموس‌تر پیرامون این موضوع صحبت بکنیم، ولی آره این رو مد نظر داشته باشیم که و ببینیم که متاسفانه تا زمانی که جوامع به اون نقطه مطلوب نرسیده باشن که وجه عالی‌تر و خلاق‌تر خودشون رو به اصطلاح به این شکل نابود نکنن و سرکوب نکنن، در نهایت مجبور هستن که در یک وضعیت آشوب زده و بحرانی مدام زندگی بکنن. داشتم اشاره میکردم که بر همین پایه هم بود که افلاطون کتاب جمهور رو نوشت که اومد اونجا دقیقاً طرحی رو در انداخت. حالا ما بدون اینکه ادعا بکنیم این طرح چگونه از کار در اومد یا درست بود یا نادرست بود، ولی به هر حال طرحی رو در انداخت در جمهوری یا اولین این کسی است که یک جامعه جدیدی رو طراحی میکنه که در حقیقت پادشاهش یا فرمانرواش سقراط هست. حالا یا الگویی است اون شخصیتی رو که به عنوان فرمانروا در جمهور افلاطون ساخته و پرداخته میکنه عملا از سقراط گرفته شده و چون اون به این نتیجه میرسه که خب اون کسی که در حقیقت در اون جامعه باید حکومت میکرد نه افرادی بودند که سقراط رو اعدام کردن و محاکمه کردن، بلکه برای اینکه جامعه یک چرخش درستی داشته باشه باید فردی مثل فرد شریفی که یک عنصر اخلاقی شریفی که
مثل سقراط هست باید جامعه رو اداره بکنه، که در اون کل کتاب جمهورش که اصلی ترین اثرش هست بر این پایه طراحی شده و بر این پایه به اصطلاح شکل گرفته. من در خدمت